پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هر وقت یک کدام شما نیت و قصد خواب کردنی میشوه، یعنی میخواهید بعد از شب از وقت خواب است میخواهید خواب رد، پیغمبر بزرگوار گفته که شما طهارت کنید. چی رنگی که برای نماز طهارت بکنید؟ جناب پیغمبر گفتن این چنین طهارت کنید، بعد از اون به دست راست خواب روید. خواب رفتن سنتی برای خواب رفتن برادر عزیز اینه که به دست راست انسان خواب روه. حتی در روایت اومده جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست راست این چنین میگه در بر سرشون میگذاشتن، این نوع یعنی که خواب میرفت. خواب رفتن به دست راست سنت است و انسان اگر توانه بهتر بشه براش که چیکار کنه؟ طهارت کنه پیش از خواب کردن، چون که در بعضی روایت ها اومده که پای با طهارت خواب رفتن خودش عبادت است. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم عادتی مبارکشون بودن که این حدیث هست که عایشه مادرمون روایت کردن که هر وقتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم قصد خواب کردن میکردن، یعنی پیش از اینکه در بستر بالین خواب روند، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگه 3 سوره را در دستای مبارک میخوندن، سوره اخلاص، سوره قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس میخوندن. جناب پیغمبر در دست مبارک میگه شوف میکردن و این دستا را در ابتدا در سر میشکیدن و در بدن در هر اعضایی که دستشون میرسید میگه این دستا را یعنی میشکیدن، این در پوست و در هر جایی که دستشون میرسید، یعنی که این 3 سوره را میخوندن و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در بدنشون میشکیدن پیش از خواب رفتن. این هم یکی از سنت ها جناب پیغمبر است، از سنت های جناب پیغمبر است. هر شخصیتی توانگر یعنی پیش از خواب رفتن این 3 سوره را خواندنشون دشوار و مشکل نیست، خیلی کوتاه هستن. شما هم باشه برادر عزیز بزرگوار بخوانید، در دستور شروع کنید، در بدن یعنی دستا را شکه انشاءالله که این شب از ضرر شیطان، از ضرر جن ها ایمن میمانید. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواب کردنی به شکم را نهی کردند. یعنی از خواب رفتن یکی از خواب‌هایی که حرام است و منع هست. حتی پیغمبر بزرگوار گفته که خداوند بد می‌بینه این چنین خواب کردن. این خوابی به شکم است برادر حدیث. شخصیتی که به شکم خواب می‌رود، خواب کردن به شکم، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که این خوابی هست که حتی در یک روایت گفتند خوابی اهل دوزخ است. در روایت دیگر گفتند این نوع خوابی هست که خدا این نوع خواب یعنی که بد می‌بینه. و این خاطر خواب کردن به شکم پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم معنی داشتند. و در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم خوابی که پیش از ادای نماز گفتن است این خوابم نهی کردن. بعضی برادرها هستن میگن اکنون کمتر خواب میرم بعد بعدتر یعنی در بین شب میخیزم نماز گفتن میخوانم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم این حدیث هم بخاری هم مسلم است. این خوابی که پیش از نماز گفتن است نهی کردن، بد گفتن، معنی داشتن. و چه خاطر؟ شاید که انسان در خواب بمانه و نمازش قضا شود، نماز گفتنش قضا شود. پیغمبر بزرگوار پیش از خواندن نماز گفتن خواب کردن و نهی کردن و سخن و صحبتی زیاد گفتنی بعد از نماز گفتن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم نهی کردن، بد گفتن. یعنی که انسان وقتی که نماز گفتن خواند باید مشغول ذکر باشه یا اینکه در حال خواب رفته. یعنی پیغمبر بزرگوار صحبت کردن بعد از نماز گفتن، بعد گفتن نهی کردن.